گان نسبت به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها داریم می‌بینیم و همینجوری باید تحلیل کرد. یعنی بزرگان ما کسانی بودن که کاراشون رو حساب کتاب بود. علامه طباطبایی وقتی داشتن کتاب المیزان رو می‌نوشتن، ایشون ظاهرا نقطه ها رو نمی‌ذاشتن. گفتن آقا نقطه ها رو چرا نمی‌ذارید؟ گفته بودن که وقت نیست. بعد از من حالا انشالله دوستان میان مثلا کسانی نقطه ها رو می‌ذارن و مثلا مطلب واضح میشه. فرصتی زود بنویسیم بره. خب مطلب تمام بشه، از این فرصت عمرمون استفاده کنیم. اما همین آدم می‌بینید تو ماه مبارک رمضان هر روز موقع افطار از خونه راه میفته میاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و روزش رو با بوسه بر ذریح مطهر حضرت افطار میکنه. برای این کار وقت میذاره. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو. ایشون میفرمود که ما یه موقع میدیدیم یه آقایی، یکی از یه عالمی، یک مثلا معممی میاد کنار کفشداری حضرت معصومه سلام الله علیها میسته، هی مثلا کأنه این پا اون پا میکنه. حالا میگه اون موقع مثلا ظاهرا نمیشناختیم ایشون رو. بعد ما دقت کردیم دیدیم ایشون وقتی مثلا میبینه کسی کأنه مثلا توجهی نمیکنه، دستش رو میکشه رو اون خاکهای کفشهای زائرای حضرت معصومه و به تبرک مثلا به سر صورت خودش میکشه. گفت بعداً دیدیم که ایشون حضرت آیت الله بهجت هستن، رضوان الله، مرحوم آش خباس قمی رضوان الله تعالی علیه، محدث قمی صاحب مفاتیح. ایشون میگه آرزوی من اینه که کفشدار حرم حضرت معصومه سلام الله علیه باشه. ای جان. حالا از این حکایات ما زیاد شنیدیم از بزرگان علما. حالا اینایی که شما فرمودینم خیلی تأمل برانگیز بود. حالا جالبه که شهید مطهری رضوان الله علیه هم وقتی بهشون میگن شما چرا هر وقت اسم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میاد شما میفهمید روحی فدا، جانم به فداش، اینقدر دوستشون دارید؟ آیا به خاطر تفسیر المیزانشونه؟ میگن نه. میگن چی علتش؟ علتی که بیان میکنن همین حکایتی که شما فرمودید. میگه چون ایشون هر وقت ما رمضان قمن روزه میگیرن، در واقع میان روزشون رو با بوسه به ذریع مطهر حضرت معصومه افطار میکنن، روزشون رو باز میکنن. این باعث شده من عاشق ایشون بشم. یعنی باز اینجا باز علامه شهید مطهری این رو ملاک قرار میدن. خیلی عجیبه. و اصلا به نظر من خود وجود حضرت معصومه سلام الله علیها، همون 17 روزی که اومدن اونجا مستقر شدن و بعد از اون حیاتشون حالا این تا به حال این 1250 سال حدوداً، وجود ایشانه که از برکت وجود ایشانه که آدمایی مثل علامه طباطبایی، بزرگان علما، مراجع، عرفا سر برآوردن از حوزه علمی قم و برکاتشون شامل همه ما شده. یه فاصله بگیریم برگردیم باز ادامه فرمایشات شما راجع به آثار زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با هم میشنویم. تا پایان برنامه فرصت باقی مونده، من کمتر صحبت بکنم، بیشتر استفاده بکنیم از بیانات دلنشین استاد عزیزم حاج آقای گودرزی نازنین. آقا در خدمت. بزرگوار هستید. یه نکته‌ای نمیدونم دقت کردیم یا نه، اطراف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی از بزرگان مدفون هستند. قبور متعددی هست که خیلی از این قبور اگر تو جاهای دیگه‌ای می بودند خودشون یک ستاره درخشان بودن، یک مثلا پناهگاه می شدن، یک ملجأ می شدن. مثلا هم آیت الله بهجت که رضوان الله بله از علما و مراجعی که مثلا اخیراً به رحمت خدا رفتن بگیرید تا خیلی از بزرگان دیگه‌ای که بودن. مثلا من میخوام اسم ببرم از یکی از یاران ویژه امام رضا علیه السلام به نام زکریا ابن آدم. زکریا ابن آدمی که امام رضا خیلی به او عنایت ویژه داشت. حضرت فرستاده بودش زکریا ابن آدم رو تو قم و یه موقع زکریا ابن آدم بنا به مشکلاتی تصمیم گرفت که دیگه از قم بیاد بیرون. به حضرت نامه نوشت آقا جان اجازه میدید من از قم بیرون بیام؟ تعبیر امام رضا رو ببینید درباره زکریا ابن آدم. حضرت فرمودن که زکریا ابن آدم تو قم بمون، چرا که به واسطه تو بلا از اهل تو، کسایی که تو قم هستن، دفع میشه، همون جوری که بلا به واسطه پدرم موسی بن جعفر از مردم بغداد دفع میشه. یه همچین مقامی در لسان امام. کسی که همراه امام بود، امام رضا علیه السلام حج که مشرف شده بودن، از مدینه تا مکه زکریا ابن آدم کنار حضرت بودن، با حضرت حج رفته بودن. زکریا ابن آدم اون کسی است که برای امام رضا نامه نوشتن یبن رسول الله ما دینمون رو از کی بگیریم؟ خب دسترسی به شما سخته، شما مثلا در خراسان هستید، راه دور،
طرف نامه نوشته بود که شقتی الیک بعید، در راه من خیلی دوره تا شما. از کی بیام مثلا معارف و معالم دین رو یاد بگیرم که خیالم راحت باشه، خاطر جمع باشم، دین درست رو از او گرفتم. امام علیه السلام فرمودن از زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا، کسی که دین و دنیا توسط او در امان است. خب میگن یکی از بزرگان، اینو خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله میانجی، احمدی میانجی نقل کرده بودن، میگه یکی از علما اهل تبریز بود، اومده بود قم، اومد سر قبر جناب زکریا ابن آدم، بعد با خودش شروع کرد فکر کردن که آقا این زکریا ابن آدم 70 و خورده سالش بود، این همه روایت از اهل بیت نقل کرده بود، وکیل امام رضا بود، این همه در مدح او اهل بیت مطلب گفتن، این بالاتره یا دختر 26 ساله موسی بن جعفر سلام الله علیها؟ میگه این تو ذهنش یه همچین خلجانی اومد. آیت الله احمدی میانجی میگه بهش فهموندن کسی رو با او مقایسه نکن، او از خاندان نبوته. الله اکبر. شما خیلی از شاید بینندگان عزیز ما، اصلا حالت بینندگان ما فرهیختگان هستن، ولی شاید کسانی باشه که حتی اصلا اسم زکریا ابن آدم به گوششون نخورده باشه. یه همچین کسی در جوار از معصوم اصلا دیده نمیشه. حالا بالاتر از همه اینها اون زیارتنامه‌ای است که از معصوم رسیده. ببینید کلمات معصوم وقتی یه زیارتنامه به دست ما میدن، یعنی مسیر سیر الله رو به واسطه اون کسی که شما زائر شدید دارن به ما نشون میدن. ما تو زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها به واسطه حضرت معصومه اذن پیدا میکنیم با یک معصوم مخاطب میشیم، با یک معصوم گفتگو میکنیم، سلام مستقیم میدیم، السلام علیک یا رسول الله. بله شما در هر جای عالم باشی میتونی پیغمبر رو مستقیم خطاب کنی چون او احاطه به کل عالم داره، اما چرا تو اینجا این دستور وارد شده؟ ظاهرا یک ویژگی خاصیه، یه باب ویژه حضرت معصوم برای زیارت با پیغمبر برای شما باز میکنه، عجیبه. برای زیارت با امیرالمومنین برای شما باز میکنه. اینکه تو روایات داریم که ما اهل بیت یه حرمی داریم و او قم است، خب به حسب ظاهرش کدوم از اهل بیت تو قم دفن نیستن، ولی چه بابی حضرت معصومه تو زیارتش برای همه باز میکنه که بیای او رو زیارت کنی که انه کل معصومین رو زیارت کردی. اگه ما نسبت به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه داریم که اگر کسی او رو زیارت کرده سید الشهدا رو در کربلا زیارت کرده، از این زیارتنامه میفهمید کسی که حضرت معصومه رو زیارت کرده در قم همه اهل بیت رو زیارت کرده. خود امام صادق فرمودن دیگه قم حرم ما اهل بیت، یعنی همه اهل بیت میخوای زیارت کنی برو قم. بعد تو این زیارتنامه چند تا نکته وجود داره، این دو تا نکتهشو بتونم خیلی سریع عرض بکنم خدمت بینندگانمون. ما تو این زیارتنامه اشاره به یک ارتباط میکنیم از حضرت معصومه با اهل بیت. السلام علیک یا بنت رسول الله، تو دختر پیغمبری، تو دختر فاطمه و خدیجه سلام الله علیهما هستی، تو دختر امیرالمومنینی، تو دختر امام حسن و امام حسینی، تا میرسیم که تو دختر موسی بن جعفری، بعد تو خواهر امام رضایی. خب همه اینا رو میگیم آفرین. یعنی تو یک نسبت اینجوری با اهل بیت داری، اما تمام فضیلت تو این نیست. خب دیگرانی هم بودند که این ارتباط رو داشتن اما از این فضیلت بهره مند نشدند. این کجا خیلی خودشو نشون میده؟ زمانی که اون فردی که یک نسبت مثلا حالا خونی، نسبت ژنتیکی با معصوم پیدا کرده باشه که یک ویژگی هایی هم داشته باشه، یه زمینه هایی داشته باشه، اگه اون زمینه رو داشت و بعد این اتصال و ارتباط هم پیدا کرد، اون وقت ببینید چه قوقایی میشه. یه روایت تقدیم کنم از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام توی روایتی که ظاهرا تو کتاب کافی شریف و تو کتاب بصائر و درجات هم هست، امام صادق علیه السلام میفرماد که ولدنی رسول الله، من پسر پیغمبرم. خب حالا پسر پیغمبرم بعدش چی؟ بعد میفرماد انا اعلم کتاب الله، عالم ترین فرد به کتاب خودم، کتاب خدا در قلب منه. به واسطه این پسر پیغمبر بودن منتها یه زمینه‌ای داشت، یه ویژگی داشت که این پسر پیغمبر بودن این باب رو براش باز کرد، اینا گیرش اومد. و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه و فیه خبر السما و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار. همه اینها رو میگه به واسطه این فرزند پیغمبر بودن گیر من اومد. من میخوام یه نکته‌ای بگم. حضرت معصومه سلام الله علیها، ما اینا رو داریم تو زیارتشون میگیم شما یک رابطه فرزندی اینجوری با اهل بیت داری.
ما دو جور فرزندی داریم نسبت به اهل بیت. این یه مدل فرزندی. یه فرزندی دیگه یعنی در محضر او تربیت شدی، همون انا و علی ابوا هذه الامه، همونی که بعضیا گفتن که تو زیارت سید الشهدا داریم، سید الشهدا ابا عبدالله هست. یعنی هر کس میخواد به مقام عبودیت و بندگی خدا برسه باید فرزند سید الشهدا بشه، که انه از او متولد بشه، از روح او متولد بشه، یه تولد جدید، یک حیات طیبه جدید پیدا کنه. حضرت معصومه سلام الله علیها اون دختر موسی بن جعفری است که از موسی بن جعفر این دوتا رو داره. هم ولادت نسبی داره و همون ولادت حقیقیه رو داره. لذا وقتی میای به زیارت این بزرگوار، این همه برکات شامل حال تو میشه که اونجا شما یه دعا میکنی، خدایا اینقدر چیزای خوب گیر من اومد. یه دعای شفاعته که اون یه بحث مفصلیه بماند. یه دعا اینه، خدایا من اینجا میتونم عاقبت به خیری بگیرم از تو، به واسطه زیارت حضرت معصومه من حسن عاقبت پیدا میکنم. این دعا رو اونجا تو این زیارت میتونیم، یعنی این باب برای ما باز شده که اونجا درخواست عاقبت به خیری کنیم. یعنی اینجا این دعای مستجابه که اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فی. این حالی که الان با این زیارت اندازی، خدا اینو برای من نگهش دار و منو عاقبت به خیر بکن. خیلی هم عالی، چه خوبم تموم شد. ان شاءالله که عاقبت به خیر بشیم هممون در خونه اهل بیت و خانواده مطهرشون. خیلی خوشحال شدیم، خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم و اجرتون با خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. سلام ما رو خدمتتون برسونیم. ان شاء الله. ضمن اینکه حالا ان شاء الله شب‌های آتی هم به شرط حیات خدمت شما خواهیم بود. خدمت هوامی ندارین؟ التماس دعا از شما و همه بینندگان محبت دارید. ملا صدرای شیرازی در ابتدا و مقدمه اسفار اربعه نوشته که من در مسیر نوشتن اسفار اربعه هر جا به یه بنبست علمی که می‌خوردم زودی میرفتم حرم حضرت معصومه یه زیارت می‌کردم، یه توسل می‌کردم، گره باز می‌شد، برمیگشتم ادامه مسیر. الهی که خدا معرفت ما رو نسبت به حق حضرت کریمه، ریحانه موسوی، بانوی کرم، خواهر خورشید، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها روز به روز بیشتر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم عید شما مبارک. یا حق. خداحافظ.